سلام، آوید هستم. راستش یه سوالی خیلی وقت ذهنمو مشغول کرده، اینکه دختر بودن سخت‌تره تو ایران یا پسر بودن؟ حالا قبل از اینکه جواب بدی یه لحظه وایسا. اگه دختر باشی احتمالاً الان توی ذهنت میگی معلومه که دختر بودن سخت‌تره، ولی اگه پسر باشی احتمالاً میگی عمرن شما دخترها فقط سختی‌های خودتون رو میبینی. ولی بیا یه بار بدون تعصب و بدون اینکه از قبل تصمیم گرفته باشیم دربارش فکر کنیم و صحبت کنیم. دختر بودن یعنی چی؟ یعنی هر جا که میری 1000 تا نگاه دنبالت باشه. یعنی قبل از اینکه از خونه بری بیرون 1000 تا چیز رو توی ذهنت چک کنی. چی پوشیدم؟ آرایشم خوبه؟ زیادی ساده نیستم؟ یه وقت کسی قضاوتم نکنه؟ ولی خب از اون طرف پسر بودن یعنی چی؟ یعنی از همون بچگی بهت بگن مرد که گریه نمیکنه، مرد که از مشکلاتش نمیناله، مرد باید قوی باشه. یعنی تو هر شرایطی باید یه راهی پیدا کنی که زنده بمونی، خرجتو در بیاری و کم نیاری. حالا بحث آزادی. یه دختر شاید به همین راحتی ها نتونه یه مسافرت یا یه سفر ساده با دوستاش بره، چون خانوادش نگرانن و نمیذارن، چون جامعه یه جوری نگاه میکنه که 1000 تا حرف و حدیث پشت سرش در میاد. پسرها تو این بخش راحت ترن، یا حداقل به نظر میرسه که راحت ترن. ولی واقعیت اینه که یه پسر وقتی بزرگ میشه نه تنها آزادی داره، بلکه یه چیزی به اسم مسئولیت اجباری هم روش گذاشته میشه. یعنی چی؟ یعنی باید بره کار کنه، باید پول در بیاره، باید ماشین داشته باشه و خرج بده و قوی باشه، باید بتونه همه چیز رو به خوبی مدیریت کنه. و اگه این کارو نکنه یه آدم بی ارزه به حساب میاد. آزادی واقعی یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونی بدون قضاوت اون چیزی باشی که واقعا هستی. حالا بگو ببینم واقعا کی تو این دنیا آزادی داره؟ یه دختر اگه بخواد توی شرکت استخدام بشه شاید بارها و بارها بهش بگن که باید بیشتر از بقیه تلاش کنه تا جدی گرفته بشه. یه دختر اگه موفق بشه ممکنه هنوز یه عده بگن خب معلومه زن بود راحت‌تر تونست بره جلو. ولی یه پسر چی؟ یه پسر از همون لحظه‌ای که دیپلمشو میگیره یا حتی زودتر باید دنبال کار باشه، باید پول در بیاره، چون جامعه اونجوری براش تعریف کرده که اگه یه پسر پول نداشته باشه یعنی هیچی نیست. حالا فکر کن یه دختر باید 2 برابر بجنگه تا دیده بشه، یه پسر باید 2 برابر بدوه تا اصلا زنده بمونه. خب حالا که همه اینا رو گفتیم جواب چیه؟ دختر بودن سخت‌تره یا پسر بودن؟ راستش نمیشه یه جواب قطعی داد. هر کدوم توی جایگاه خودشون یه دنیای متفاوت از سختی‌ها رو تجربه میکنن. ولی شاید اگه یک کم بیشتر همدیگر رو درک کنیم، یک کم کمتر قضاوت کنیم و کمتر مقایسه کنیم، این دنیا برای هممون جای بهتریه. حالا نوبت شماست. واقعا کدوم سخت‌تره؟ بیا توی کامنت ها راجبش حرف بزنیم، چون قرار نیست این بحث همینجا تموم بشه. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنی و به هم بگی که ویدیوی بعدی راجب چه موضوعی با هم حرف بزنیم. و اینکه یادت باشه تا ویدیوی بعدی بخندی، حتی اگه زندگی نبود.